باز یک غالبی розыгрыши ҳаҷи умраи мо ҷалолова мавҷуда апаи меҳрубон дар командаи мо директор шуда кор мекунад, барои ки дар розыгрыши ки мо эълон карда будем директорам иштирокчӣ будан, консултантам иштирокчӣ будан ва дигим одами ғолиби розыгрыши ин апаи мавҷуда званияшон директоран. апаҷон, шумо вақте ки фаҳмидем ки шумо ғолиби розыгрыш будем, чӣ эҳсосот доштем? باور کنید احساسات ناگفتنی بود. شاده گیره کرده گفتم. این یک جایی که در سالهایی که در آزش بودم و من خدا به شکر خدا خیری سعیدیت کرد. من با همین rozıgрыш میمانم و میکنم. باور کنید که به حد خرسند شدم. از شاده من چی گفتنم هم گم کردم همون وقتی که تلفن کرد تبریک کردم. الی اومدم من خیلی خرسنده من باور میکنید خودم داشته نتونستم. که مثال با همین بیان بود است که مثال که ما آرزوهام به ما میرسه. شما چند سال که در کمپانی فابریک یک سال و 7 ماه شد. واسه در اومد شما از وان دیرکتورتون چند خرید در یک ماه؟ در یک ماه اکون هر نخیرت روی به کاری سال میشه تا 3000 میشه 3500 میشه. هر 3 هفته پس؟ ها. واسه در زندگیتون یکم دیگرگونی از پول کمپانی فابریک کردین؟ البته در پول کمپانی خانه ما کراسی خدا به شکر قلب تمام میشه ریمونتاژ. بخیر چاله گرفتم دوتا یک دستمانه گرفتم اصلی قبلی. شما پشیمون نیستین از کمپانی؟ هیچ کار. با آدمایی که در کمپانی باور ندارن چی گفتن؟ میگن کمپانی دروغ فریب میکنن؟ نه ایناش بود نه که باید میلی آدم میگه که این فریب میکنه نه این چینه باور کنید که من همین چیزا باید نمیکنم. نبرات اونها باید میکنم که باور نکنن همین چیزا به هر خیر رکلام ها میبرد نیستم هر گپا میبرد و من سوال میکنم که اپا انا این دیدی دروغ بود نه خیر بوده با من اونو باید راهشان یاد میدم نشون میدم میگم که من بی من این خیر انا ما کار کراسی من بی من همین چیز روی به فابریک تا محصولاتی که از من استفاده میبرم همش موقع کمپانی فابریک. ولی آدم باید خودش باور داشته باشه. البته یکم آدم باید که خودش به خودش باوری کنه که بعد دیگرها باید باور میکنه. اگر مخفی نباشه شما چند ساله؟ من 43 ساله. نه ماشاءالله. زنهایی که از 30 ساله 35 ساله 40 ساله از شما وقت دارین که تا 43 سالگیتون یک کماند کلام و درآمد خوب داشته باشین. در کمپانی ما اولا معامله کردن بعداً صبر و طاقت کردی حرکت کنید ان شاء الله شما را موفق میشین. اپاجان بورک شود. خداوند شما را تیز ترک با زمانه بالا در دیگه شوین. این کس که چیزایی که ما انیخ کردیم برای حج روان کردن این کس نمیتونست رفتن و گفتن که من خودم خودم میگیرم بعدتر میرم. نه پروتون اپاجان خداوند شما تیز ترک روین حج زیارت کرده بیاین هر شما خداوند قبول کنه. الهی آمین. الهی هم دام روز کار رساند. الان هر یک شما خدا در پناه نگه دارد. این هم زبان بلند زندگی برایتان چه آرزویی که دارید عملی کرده. اساسش سعید جان خدا عمری دراز و رزق فراز و فرزندکای به توفیق به انصاف نصیب